2010-2014 و 2 ماه سپری شده سال جاری از جانب کارمندان مقامات کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی 13 گروه‌های متشکل جنایی دارای روند تروریستی و اکستریمیستی که شماره اعضایانشان 467 نفر را تشکیل می‌دهد معین و دستگیر کرده شدند. از جانب کارمندان مقامات کارهای داخلی ولایت سوق باشد در دوره سالهای 2010 66 2011 73 2012 5 2013 31 2014 84 و 2 ماه سپری شده سال جاری 2015 52 نفر جمع 311 نفر از جمله 177 نفر اعضایان اتحاد جنایی حرکت اسلامی ازبکستان، 68 نفر اعضایان جماعت انصارالله، 31 نفر اعضایان حزب دینی اکستریمیستی حزب التحریر، 13 نفر اعضایان رویه دینی سلفیه، 12 نفر اعضایان جماعت جندالله، 10 نفر اعضایان جماعت دینی اکستریمیستی دعوت التبلیغ که در هیئت 12 گروه‌های متشکل جنایی فعالیت نموده مقصد صادرنمایی جنایت‌های وزنی دارای روند تروریستی و اکستریمیستی تأثیری وسیع جمعیتی را داشتند معین و دستگیر دلیل‌های شیعی تصدیق کننده حرکت‌های جنایتکارانه آنها دریافت و مصادره و نسبت اعضایان این گروه‌های جنایی با دسترسی طلبات‌های ماده‌هایی 187 قسم‌های 1 و 2 401 علاوه 1 قسم 1 347 قسم 2 307 علاوه 2 195 قسم 2 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان پرونده‌های جنایتی آغاز کرده شدند. از حساب دستگیر شدگان ساکنان شهرهای استروشن 82 نفر، اسفره 58 نفر، کانیبادان و پنجکند 17 نفری، خوجند 11 نفر، چکالف 2 نفر، دوشنبه 1 نفر، نایای باباجان غفورov 54 نفر، اش و سپیتامین 20 نفری، شرینم 12 نفر، مسچو 10 نفر، زفرآباد و قانچی 2 نفری، خبادیان جبا رسول و وینی 1 نفری می باشند. 153 نفری دستگیر شدگان جوانان سینشان تا 30 ساله و 158 نفر آشار شهروندان از 30 ساله بالا بوده زیاده از 70% آنها ضمن قرارداد در مهاجرت مهنتی بیرون از مرز جمهوری تاجیکستان به حزب حرکت‌های افراطگرا شامل گشتند. 10 نفر اعضایان این حزب حرکت‌های افراطگرا در جریان گذرانیدن عملیات‌های مشترک و نشان دادن مقابلیت مسلحانه بی‌ضرر گردانیده شدند. عملی نمایی چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی و تفتیشاتی گذرانیده شده برای پیشگیری نمایی 350 جنایت‌های وابسته به خللدار ساختن امنیت جمعیتی از جمله 7 جنایت‌های روند تروریستی ترکیش‌ها در انشاءات‌های مهم دولتی و اکت‌های تروریستی نسبت خادمان جمعیتی سیاسی مساعدت نمودند. قوه واسطه‌های مقامات کارهای داخلی برای معین و دستگیر نمودن 109 نفر اعضایان و طرفداران گروه‌های متشکل جنایی روند تروریستی و اکستریمیستی در کافتگاه رسمی قرار داشته روانه کرده شدند. 109 نفر در کافتگاه رسمی قرار دارند و غیر از این 94 نفر در کافتگاه اپراتیوی قرار داشتند. 18 نفر همسران اعضایان این اتحاد جنایی با 34 نفر فرزندانشان در اردوگاه‌های مخصوص اتحادهای جنایی در کشورهای خارجی قرار دارند. و غیر از این 72 نفر با نام می‌گذرد شخصیتشان نامعلوم ماندند. ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت سوق از جمله اولین ماه ینور سال 2013 بر ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوق اخبارات‌های اپراتیوی وارد گردیدند که اعضایان جماعت تروریستی اکستریمیستی انصارالله وارد قلمرو ولایت سوق شده مقصد صادرنمایی جنایت‌های روند تروریستی را دارند. بنابراین برای پیشگیری عمل‌های ناپاک اعضایان جماعت مذکور نقشه چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی و عملیات مخصوص تریزی و عملی کرده شد. در جریان گذرانیدن عملیات مخصوص اعضایان جماعت انصارالله که در خانه استقامتی یکی از ساکنان ناحیه مسچا کمی گرفته بودند
از تصمیم شوی سرکشی نموده مقابلیت مسلحانه نشان دادند. کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخ مهارت بلند کسبی نشان داده با استفاده از واسطه‌های مخصوصی خودمحافظتی اعضایان جماعت مذکور شهروندان داداخان و رمزالله خان جورابایوی با تخلص‌های قاری فردوس سال تولدش 1988 ساکن شهر اسفره و ظریف لطیف‌آوی با تخلص منصور اکا سال تولدش 1968 ساکن ناحیه مسجد را دستگیر نمودند. نسبت نابودگان با دسترسی ماده 180 قسم 2 کادکس جنایی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایی آغاز کرده شد. در دوره عملی نمایی چاره‌بینی اپراتیوی جستجوی ایلاوگی و حرکت‌های تفتیشاتی معین کرده شد که شهروند داداخانوف هنگام قرارداشت در مهاجرت مهنتی بیرون از مرز جمهوری تاجیکستان و جماعت انصارالله شامل گشته با تشبث و دستگیری اعضای دیگر این جماعت ساکن شهر اسفره عبیدالله میرزا کریم سیداللهویچ که در کافتوکاوی رسمی قرار دارد با مقصد گرفتن تعلیمات حربی جنگی به یکی از اردوگاه‌های مخصوصی در خارج کشور قرار داشته جماعت انصارالله فرستانیده شده است. بعد از آموختن تعلیمات‌های مخصوصی حربی جنگی شهروندان داداخان و رمزالله ظریف مقسوم رحمتجان و کوماویچ با تخلص عبدالبها سال تولدش 1965 ساکن شهر استرافشان و جلیل الهامویچ با تخلص عباس سال تولدش 1983 ساکن شهر استرافشان که در کافتوکاوی رسمی قرار دارد با سفارش امیر جماعت انصارالله ساکن شهر اسفره بابای عبدالخالق با تخلص استا الهامی در کافتوکاوی رسمی قرار داشته برای صادرنمایی جنایت‌های وزنی روند تروریستی از جمله اکت‌های تروریستی نسبت مسئولین مقامات‌های حفظی حقوق به ولایت سوخ فرستاده شدند. سنه 14 ینور سال 2013 ناظران خدمات راهبانی دیدبانی شعبچه بازرسی دولتی اتومبیلی شعبه وزارت در شهر کانیبادان پرافشی کلان میلیسا مزیج شورت عبدالفتاحویچ و استرشینه میلیسا ترسونوف اکبر مختارویچ ضمن اجرای وظیفه‌های خدمتی دایر و نظارت حرکتی را اتوماشین تمغه آپل استرا علامت قید دولتی ترانزیتیش A9609 خط اداره راننده مقسوم رحمتجان را بازداشت و به میدانچه جریمه‌ای شعبچه بازرسی دولتی اتومبیلی دسترس نمودند. ضمن از نظرگذارانی واسطه نقلیات و حجتگذاری حالت دسترس نمایی راننده مقسوم رحمتجان و مسافر او جلیل ایران ناگهان از تفنگچه تمغه مکرمی با خود داشتهشان به سوی ناظران را آتش فشرده پس از زخمی ساختن آنها سلاح آتشفشانی خدمتی پرافشی کلان میلیسا مجید و شورت عبدالفتاحویچ را با 8 تیر جنگیش تصرف و با واسطه نقلیات خود از جای حادثه غیب زدند. بر اثر هجوم ناگهانی مسلحانه پرافشی کلان میلیسا مجید و شورت در جای حادثه به هلاکت رسیدند. سرشینه میلیسا ترسون و اکبر مختارویچ با جراحت وزن جسمانی در بیمارخانه کلینیکی شهر کانیبادان بستری گردید. در نتیجه عملی نمایی مجموعه چاره‌بینی‌های مشخص اپراتیوی جستجویی منطقه قرارداشت مقسوم رحمتجان معین و بنابر نشان دادن مقابلیت مسلحانه آخران به ضرر گردانیده شد. ضمن سنجش معلومات‌های اپراتیوی دسترس گردیده و عملی نمایی چاره‌بینی‌های تجلیلی ضروری 23 نفر اعضایان جماعت انصارالله معین و دستگیر و صادرنمایی یک قطار جنایت‌های وزنی دارای روند تروریستی و اکستریمیستی پیشگیری کرده شدند. خیلی که در بالا قید کردم از جانب جنایتکاران 5 عدد واسطه‌های نقلیات‌های تمغه‌های خارجی خریداری کرده شده بودند و با مقصد داشتن با موادهای ترکنده تجهیزانیده صادر نمودن اکت‌های تروریستی در نزد بناهای ماموری مقامات‌های حفظی حقوق ولایت قرار داشته بودند و وقتی که اینو تیاری می‌دیدن یک گروه دیگر وارد ولایت سوخ شده یک گروه به بعضی ابیکت‌های مهم هجوم مسلحانه می‌کردند. اینجا می‌خوام توجه شما را به معین و دستگیرنمایی یک گروه اعضایان اتحاد جنایتی حرکت اسلامی ازبکستان
روانه نمایم که از مهاجرت مهنتی سرچشمه میگیرد. در نتیجه عملی نمایی چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی در دوره ماه دکبر سال 2014 10 نفر ساکنان ناحیه اسپیتامین اعضایان اتحاد جنایی حرکت اسلامی ازبکستان معین و دستگیر و نسبت آنها با دسترسی ماده 187 قسم 1 و 2 347 قسم 2 307 علاوه 2 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان پرونده‌های جنایتی آغاز کرده شدند. در دوره تفتیشات پیشکی پرونده‌های جنایی مذکور معین کرده شد که شهروند یوسف جولان تویچیبای سال تولدش 1987 ساکن شهرک نو با تخلص عبدالله اویس ضمن قرارداد در مهاجرت مهنتی به اتحاد جنایی حرکت اسلامی ازبکستان که مقصد نهاییش برای زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان و تشکیل دولت اسلامی خلافت بزرگ می باشد شامل و تعلیمات مخصوصی حربی جنگی گرفته است. بعدی بازگشت به وطن آخران فعالیتش را در اتحاد مذکور ادامه داده یک قطار ساکنان ناحیه اسپیتامین را به اتحاد جنایی مذکور شامل نموده است. چطوری که همه شما از اظهارات پدر این جوان گمراه تویچیبای عبدالله توسط شبکه‌های تلویزیونی آگاهی دارید موصوف از تغییریابی رفتار فرزندش خبردار شده بارها کوششی از این را برگردانیدن آخران را کرده است. متاسفانه مجموعی تلاش‌هایش بی‌نتیجه ماندند. امروز بر اثر چنین تغییرات فکری و گمراهی فرزندش پدر راضی است که با همان اندازه میری بزرگ پدری از بر چنین فرزند بگذرد که واقعاً این فاجعه تلخ است. محترم حاضرین، در جریان تفتیشات پیشکی پرونده جنایتی دیگر معین کرده شده است که ساکنان شهر اسفره قادر جنابیدین با تخلص جمالیدین ضمن قرارداد در مهاجرت مهنتی به اتحاد جنایتی حرکت اسلامی ازبکستان شامل گشته با امر سفارش‌های رهبران این اتحاد جنایی زیاده از 100 نفر شهروندانی در مهاجرت مهنتی قرار داشته جمهوری تاجیکستان را به صف اتحاد شامل و یک جایه با همسلکانش و ساکنان ناحیه باباجان غفورov شهروندان زلال‌الدین داداجان محمودویچ و غیب‌الله ایوبجان نبیجانویچ طرز و اصول تیار و استفاده بری موادهای ترکنده را آموزانیده همچون فدایی برای خودکشی صادر نمودن یکتای تروریستی نسبت خادمان دولتی و مقامات‌های قدرتی آماده نموده است و نامبردگان انتظار امر و سفارش‌های رهبران اتحاد جنایی حرکت اسلامی ازبکستان بودند. علاوه بر این در دوره گذرانیدن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان مقامات کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوق فعالیت پنهانی اتحاد جنایی حرکت اسلامی ازبکستان در حدود ناحیه شرینو آشکار و 12 نفر اعضایان اتحاد مذکور دستگیر شدند. در جریان تفتیشات پیشکی پرونده جنایتی معین کرده شد که شهروند بابایار ابراهیم لقایویچ سالی تولدش 1980 ساکن ناحیه شرینو ضمن قرارداد در مهاجرت مهنتی با دعوت اعضای فعال اتحاد جنایی مذکور شهروند جمهوری قرقیزستان حسن عمر اسمالدینویچ سالی تولدش 1981 با تخلص عمر و اتحاد جنایی حرکت اسلامی ازبکستان شامل گشته 4 نفر همدیگان خود را که همراهش در مهاجرت مهنتی قرار داشتند به اتحاد مذکور جلب نموده است. بعدی بازگشت به وطن نیز بابایار ابراهیم فعالیت خود را ادامه داده باز 5 نفر ساکنان دیگری ناحیه شرینو از جمله سابق امام خطیب مسجد جامعه خدایارخانی جماعت دیهاتی به نام اکرم حسنوی ناحیه شرینو شهروند خلیل اکرام خالقویچ سالی تولدش 1973 با تخلص دامولا اکرام را برای شامل شوی به این اتحاد آماده نموده است. بنابراین سال 2013 اعضای فعال اتحاد جنایی حرکت اسلامی ازبکستان حسن عمر با تکلیف رحیم بابایارو و جمهوری تاجیکستان تشریف آورده برای بیعت قسم یاد و اتحاد جنایی حرکت اسلامی ازبکستان شامل و خلیل اکرام را امیر اتحاد جنایی مذکور در منطقه شرینو تعیین نموده جهت زیاد نمودن صف اعضایان اتحاد دستگیری مالیوی اشتراکچیان عملیات‌های جنگی در دولت‌های سوریه و عراق و افغانستان هجوم ناگهانی به شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شرینو
با مقصدی به دست آوردن سلاح و لوازمات جنگی وظیفه‌دار نموده است. حاضرین گرامی،